بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. آیا میدونستیم که بخیل نفرین شده آسمان هاست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر روز یه فرشته سرش رو از آسمون میاره بیرون و دعا میکنه: اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم اعط منفقا خلفا و اعط ممسکا تلفا. بار الها ارزانی دار و بیشتر نعمت بده به اون کسی که انفاق میکنه، بخشش میکنه، سخاوت داره. و بار الها ویران بگردان، هلاک بگردان، تباه بگردان مال و منال و زندگی اون کسی که خسیسه، دستش بسته است. و این نفرین اهل آسمون هست برای یک انسان. حالا انفاق برای همه، اما وقتی که خویشاوندان شد این دیگه اولویت پیدا میکنه. چرا که حق خویشاوندان بر انسان همیشگی و دائمی است. تا زنده ای حق دارن برات، مردی هرچی گذاشتی مال اوناست، میشه میراث اونها. کی اونا مردن، باز وظیفه شماست که براشون دعا کنی، صدقه بدی، همیشه در یادشون باشی و حقشون رو به جا بیاری، صله رحمیشون رو بعد از مرگشون به جا بیاری. کسی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فرمودن که یا رسول الله پدر و مادرم وفات کردن، آیا بعد از مرگ اینها برای من هنوز صله رحمیشون بر من واجب است، باید بهشون برسم؟ فرمودن بله. چطوری؟ فرمودن الصلاة علیهما والاستغفار لهما، براشون دعا کن، همیشه براشون طلب مغفرت بکن. و انفاذ عهدهما من بعدهما، اگر عهد و پیمانی داشتن، قول و قراری به کسی دادن، این قول و قرار رو برآورده کن. و صلة الرحم التي لا توصل الا بهما، و همه دوستا و خیشایی که خیشای اونها بودند و از تو دورند، اونها رو هم بهشون رسیدگی کن، که رسیدگی به صله رحم اونها انگار رسیدگی شما به صله رحم خودت هست. و اکرام صدیقهما، و هر کسی که دوست پدرت یا دوست مادرت بود، از دور و نزدیک با هم سلام علیک و خوش باش داشتن، شما این عهد رو با اونا داشته باش، به اونها برس. و خیلی خیلی بده که یکی از خیشان مشکلی داشته باشه. زکات میخوای بدی، اول باید همون اطرافیانت، بعدش در فکر دیگران باید باشی. صدقه میدی، اول اطرافیانت، بعدش در فکر دیگران باشی. اینی که صدقه بدی به یه جای شهر دوری که زلزله اومده، مردم نیاز دارند و فلان، و در کنارت خیشت، برادرت، عزیزت، پسر عموت اینا نیاز دارن، این صدقت هیچ ارزشی نداره. اینها اولاتر بودن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما من ذی رحم یأتی ذا رحمه فیسأله، هیچ خیشایی نیستند که یکی از خیشاش بیاد یک فضلی که خداوند به اون داده از اون طلب کنه، نیازی داره ازش سوال کنه، فیبخل علیه، اما اون میاد بخل می‌ورزه، بهش نمیده. الا اخرج الله له یوم القیامة من جهنم حیتا، در روز قیامت خداوند از جهنم یک اژدهایی رو در میاره که بیاد این رو بگیره و همچنین چرخ بزنه، دورش بپیچه، این رو خشک به سلام نفرینش کنه و نفلش کنه. پس بخیلی به خویشاوندان خیلی خیلی گناهش بزرگتر است از بخیلی به سایر مردمان. باید همیشه سعی کنیم این صفت زشت رو از خودمون دور کنیم.